به نام خدا. امروز میتونیم در مورد طراحی با نرم افزار HTML طراحی مبدل‌های پوست لوله در این نرم افزار صحبت کنیم. در قسمت اول نرم افزار رو باز میکنیم و منویی که باز میشه از دو طریق هم میتونیم از این قسمت هم از این قسمت انواع اون قسمت‌های مختلف که داخل نرم افزارها میشه شبیه سازی‌ها رو انجام داد رو ببینیم. خب ما هدفمون طراحی مدل‌های پوست لوله است، پس بحث فلنتری اکسچنجر رو انتخاب می‌کنیم. البته پلن‌های دیگه‌ای هم هست، مثلا میشه حتی مبدل‌های صفحه‌ای رو هم با این فرمت انتخاب کرد که الان چون هدف ما طراحی مبدل پوست لوله با نرم افزار HTML هست، این گزینه رو انتخاب می‌کنیم. منو و صفحه‌ای که باز میشه یه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده که حالا می‌خوایم در مورد هر کدوم از این نرم افزارهای صحبتی رو داشته باشیم. قسمت اول ما همونطور که در قسمت بالای صفحه می‌بینید واحد انتخاب واحد رو داریم، چون معمولا واحد SI هستن در همین ابتدای کار واحد رو واحد SI انتخاب می‌کنیم. توی طراحی با نرم افزار HTML یک بحث خیلی مهم انتخاب اون پلن، اون مودی هست که می‌خوایم باش نرم افزار رو طراحی مبدل رو طراحی کنیم. یک مود ریتینگ وجود داره، یک مود دیزاین، مود سیمولیشن. معمولا بر مبنای اون تماشیتی که در اختیار قرار میگیره باید حالا بیایم و نوع رو انتخاب کنیم. ما الان اینجا یک تماشیت رو داریم که یه اطلاعاتی رو در داخل خودش داره. تماشیت توی این تماشیت داده شده سایز مبدل و که در قسمت بالا قرار داره و اینجا که قسمت اون سطح مبدل، مساحت مبدل، حالا چه آیدی اودی پوسته مبدل، چه حالا مساحت کلی مبدل، چه اینجا این قسمت پایین می‌بینید مشخصات مساحتی مبدل داده نشده. بنابراین مودی که اینجا باید انتخاب بشه مود دیزاین هست، نه مود ریتینگ. مود دیزاین رو انتخاب می‌کنیم. البته افراد بعد از یه مدتی تخصص پیدا می‌کنن دیگه نیازی به استفاده از مود دیزاین نیست و خیلی مستقیم سراغ مود ریتینگ میرن که حالا در مراحل بعدی در قسمت بعدی در مورد اون هم توضیح خواهیم داد. خب موارد بعدی حالا شما سرویس انواع اون حالا سرویس تایپ ها هم معمولا حالا اون چیزی که انتخاب میشه همون جنریک شدن تیوب هستن که حالا ما سراغشون میریم. کاستومر رو ادرس و لوکیشن، سرویس یونیت و حالا مواردی که اینا حالا پر میشن، کارفرما کجاست، آدرس محل نصب کجاست، لوکیشنی که قراره اونجا نصب بشه، سرویس محصولی که میخواد داخلش استفاده بشه که همونطور که می‌بینید اینجا محصول تبادل دو سیال آب و آب هست. بنابراین داخل نرم افزارمون این مورد رو میتونیم یادداشت کنیم. حالا تاریخ شبیه سازی ریویژن چندم این نرم افزار داریم میگیریم، جاب نامبر چندم. حالا اینا رو من خیلی فعلا در این مرحله نیازی نیست، آیتم نامبر فعلا بحث توش نداریم. روی وارد قسمت تایپ میشیم که اون نوع مبدل باید انتخاب بشه. ببینید مبدل ها مبدل فیکس رو داریم و مبدل فلوت رو داریم. اینجا انواع مختلفشون رو من سرچ کردم. اگر شما تم استاندارد رو سرچ کنید که وارد اکسپنشن یه بخشی داره، شما انواع مبدل ها رو اینجا میتونید ببینید. انواع اونی که اونجا انتخاب میشه ببینید تایپ رو که باز میکنید A, B, C, N, D و حالا پلن های مختلف که اینجا ما میتونیم ببینیم هر کدوم از این موارد شامل چه بحثایی هستن. قسمت اول، یعنی اون حرف اولی که انتخاب میشه، قسمت نوع استیشنری هدمون رو مشخص میکنه که حالا به صورت جوشی هستش، به صورت حالا اولا به صورت فلوت هست، به صورت فیکس هست، بعد قراره به عنوان از یک صفحه تخت به عنوان بلاین کردن استفاده بشه، از یه سری عدسی های که با فرم ساخته میشن الیپتیکال ها معمولا از اون قرار استفاده بشه. حالا لوله و تیپشی جوش میشه، انواع اینها یا فلوت هست اینا مشخص میشه. حرف دوم نوع شل رو مشخص میکنه، پوسته اون مبدل، پوسته یک گذر هستش، دو گذره، یا حالا جریان به این صورت اسپید فلو هستن، دبل اسپید فلو و انواع مختلفی این شکل معلوم میشه. و یه قسمت هم تحت عنوان ریر هد تایپ ها رو داریم، قسمت های پشتی اون مبدل رو مشخص میکنه که قراره حالا به چه شکلی باشه.
و از اینجاست که نوع اینا انتخاب میشه. در بعضی از تماشیت مثلا این تماشیتی که ما اینجا داریم نوع این مبدل هم در همینجا مشخص شده که این چه نوع مبدلی هستش. مبدل از نوع BEM هست که حالا داخل این تصویر هم ما میتونیم این رو ببینیم که همونطور که مشاهده میکنید از نوع بونت ها هستن، یعنی عدسی فرمول در قسمت استیشنری اون مبدل قرار داره. مبدل در قسمت شل تک گذر هست و قسمت ریل هد این مبدل هم از عدسی های فرمول پشت استفاده شده و میبینیم که مبدل به صورت BEM انتخاب میکنیم و این میشه نوع مبدل ما. حالا این انواع هست. خب میریم در قسمت این که مبدلمون رو به چه صورت میخوایم نصب کنیم، هوریزونتال است ورتیکال است. معمولا حالا مبدل ما داخل این پروژه به صورت هوریزونتال انتخابش میکنیم و محل سیال گرم رو میگه باید مشخص کنیم که داخل پوسته باشه، داخل لوله باشه. با توجه به شرایط فرعی ما اینجا فعلا برای شل انتخاب میکنیم و میگه که تعداد مبدل‌هایی که قرار به صورت سری و موازی انتخاب بشن چند عدد هست که باز کنیم صورت تماشیتمون می‌بینیم یک سری و یک موازی اینجا انتخاب شده. خب حالا وارد قسمتی میشیم که قرار اطلاعات فرآیندی مبدل رو مشخص بکنیم. ما اول حالا نام سیالمون رو می‌نویسیم. هر دو سیال هر دو سمت چه و تیوب هر دو سیال آب هستن. خب می‌دونیم که مبدل‌های حرارتی تجهیزایی‌اند که برای انتقال حرارت بین دو سیال گرم و سرد از اونشون استفاده میشه و سیال گرم رو سیال سرد شونده می‌نامن و سیال سرد رو سیال گرم شونده. بعضی وقتا این یه بحثیه که توی شبیه سازی ممکنه اختلاف ایجاد کنه و یه مقدار ممکنه باعث فکر بشه. این موضوع است که ما سیال گرم رو سیال سرد شونده‌مون می‌دونیم. توی بعضی از تماشی‌ها ممکنه حالا آدم یکم فکرش درگیر بشه که کدوم قسمت هست. خب در این قسمت ما گفته که دبی رو باید اینجا وارد کنیم، دبی سیال رو باید وارد بکنیم. خب ما با کلیک کردن روی هر کدوم از این واحدها یک منوی باز میشه که میتونیم انتخاب بکنیم اون مشخصاتمون رو بنویسیم، یعنی واحدهامون انتخاب کنیم. مثلا گفته که شما واحد رو میتونید بر مبنای انواع مختلف کیلوگرم، گرم، تن، حالا ما معمولا فعلا بر مبنای همون کیلوگرم قرار میدیم و زمان رو بر مبنای مثلا کیلوگرم بر ثانیه میتونه باشه، اما ما اینجا میخوایم کیلوگرم بر ساعت با عنوان مثال اعلام کنیم. تماشیتمون رو نگاه کنیم بهترین کار این. ما واحد اینجا بر مبنای کیلوگرم بر ساعت گفته شده، پس ما واحدمون اینجا کیلوگرم بر ساعت می‌کنیم و 36000 کیلوگرم بر ساعت دبی سیال در قسمت شل ساید ما هست که می‌بینید شل ساید که سیال از دما از 50 به 30 رسیده، یعنی سیال سرد شونده ما از این سیال گرم ما در واقع قرار داره. پس سیال گرم در همون شل قرار گرفته، همونجوری که اینجا هم سرد شده. مشخصات‌های بعدی رو انتخاب می‌کنید. اینطور که مشاهده می‌کنید دما از 50 تا 30 درجه کاهش پیدا کرده. خب ما دما رو اینجا وارد می‌کنیم. به سراغ سیال سرد میریم. دبی سیال سرد با توجه به اون بالانس حرارتی که وجود داره، دبی سیال دیگه بر مبنای اون بالانس حرارتی محاسبه میشه و سیال سرد ما دمای سیال سرد از 10 درجه 26 ممیز 61 درجه رسیده. خب ویپر ویت فرکشنمون هم با توجه به اینکه اصلا سیال ما در فازی نیست که فاز بخار باشه، تماما فاز مایع هست، کسر جرمی بخار ما در واقع صفر تعریف میشه هر دو سمت سیال گرم و سرد. فشار ورودی رو خواسته که مقدارش تعریف بشه که ما واحدمون رو بر مبنای میتونیم دوباره کلیک بکنیم، واحدها باز میشن و مبنای بار گیج قرار میدیم و جلو میایم و داخل این فرمت هم میبینیم بازم اینجا هم بار گیج تعریف شده و فشار هر دو سمت 3 بار هست. میبینید منوهای قرمز رنگی که وجود دارن یکی دارن از بین میرن. خب پرشر دراپ رو جزء منوهای قرمز رنگ که باید تعریف بشن قرار نداره، اما خب ما میتونیم اول واحدش رو ببینیم. میبینیم که واحد رو به صورت با بار تعریف کرده. خب ما رو این کلیک میکنیم
واحد افت فشارمون رو بار قرار میدیم و عددش رو هم بررسی میکنیم. یه علایبل داره، یه کلکولیشن هنوز محاسبات شروع نشده، هنوز ما محور محاسباتی رو نداریم، ولی گفته افت فشار مجاز ما نیم بار هست. معمولا تیم‌های پروسس بر مبنای اون شرایطی که دارن، اون پمپایی که با در ادامه مسیر قرار دارن، افت فشار مجاز رو تعیین میکنن و باید مبدل جوری طراحی بشه که افت فشار مجاز در محور قابل قبولش قرار بگیره. خب بحث فولینگ رسیستنس رو داریم، بحثایی رسوب که داخل مبدل به وجود میاد. این عدد حتما باید وارد بشه، حتی اگه مقدار اون کم باشه، چون اگه این عدد رو تعریف نکنیم یک پارامتر مهمی دیده نمیشه و ممکنه خیلی زود مبدل ما دچار سری گرفتگی‌هایی بشه و مبدل نتونه اون دمای مورد نظر رو تامین کنه. دوباره سراغ تماشیتمون میریم که میبینیم با وای شما و که دیدیم برای وای ممیز 4032 در هر دو سمت عددی که وارد شده. خب اکسچنجر دیوتی که خب مقدار اون دیوتی اون انتقال حرارتی که اصلا فعلا اینو نداریم، ما به دنبال محاسبه همین پارامتر هستیم. اون قسمت وارد کردن محاسبه اون اعداد شامل دما و دبی مثلا تموم شد. می‌بینید با توجه به نیاز به وارد کردن پارامتر بیان دبی هم دبی سریال سرد دیگه نیست، با توجه به اینکه فرمول این همونجور که می‌دونید تو بحث انتقال حرارت هست، فرمول اصلی یعنی الان حتما میشه امداد سی پی دلتا تی هست که برای سیال سرد و سیال گرم باید این مقدار بین دو سیال گرم و سرد برابر باشه. خب با توجه به اینکه این مقادیر رو ما اینجا داریم، دبی یک سمت وقتی مشخص باشه، حالا من اینو اگر بنویسم امداد سی پی سیال حالا گرم ما مثلا مربوط به سیال سرد ما هستش. وقتی خب سی پی که مربوط به نوع اون سیال مشخصشون میکنه، اینه که مشخصن و اختلاف سیال گرم و سردن در هر دو وقتی مشخص باشه، با مشخص بودن یکی از دبی سمت دیگه مشخصه. حالا حتی ممکنه برعکس بشه، مثلا دبی دو سمت مشخص کنن، دمای ورود و خروج سیال گرم رو مشخص کنن، اما فقط دمای ورود سیال سرد رو بدن، خروجش دیگه ندن. از بین این 6 پارامتر 5 تاش با معلوم بودن 5 تاش دیگه اون پارامتر بعدی مشخص میشه. که واسه همینم که نرم افزار با اینکه ما یادو وارد نکردیم این قسمت مجهول باقی نمونده. خب این قسمت بحثای حالا وارد بخش دیگه‌اش در واقع ما میشیم که فشار طراحی رو باید وارد بکنیم. خب در فشار طراحی واحد بار تعریف شده، مجددا بار گیج تعریف شده و فشار هر دو سمت 5 بار و دمای طراحی هم با توجه به اینکه درجه سانتیگراد تعریف شده دو سمت 80 و 55. خب ما اول واحد رو تغییر میدیم و 5 تا 5. فشار تست اینجا تعریف نشده، اون بحث‌های مکانیکی و ساختی که حالا در مورد اون نمی‌خوایم فعلا صحبت بکنیم. معمولا دمای طراحی 30 درجه معمولا، حالا روند در نظر میاد 30 درجه بالاتر از دمای اون فرایندی ماکسیمم دمای فرایندی تعریف کرد. دما اونجا 50 بود، اینجا 26 بود. حالا بودن نرم افزار دیدنش تقریبا مشابه همین بود که اونجا وارد کردیم. خب تعداد این به عنوان مجهول درخواست مشخص نشده، قرمز نیست. تعداد گذرهای سمت پوسته و سمت لوله رو اینجا گفته باید مشخص بکنید. با توجه به اینکه ما پوسته رو از ای انتخاب کردیم مبدل در سمت پوست تک گذره، به خاطر همین این قسمت دیگه مجهول نیست، کلا حتی فعلنی به عنوان انتخاب هم نداره. اما در این قسمت مربوط به تیوب ها شما که وقتی بازی میکنید تعداد گذر رو معلوم کنید. با توجه به که ما در فاز دیزاین هستیم اینو به عنوان درخواست از ما نمیخواد اصلا این موضوع. حالا بعدا یه طراحی هم بر مبنای ریتینگ انجام میدیم، میبینید که اونجا رو چه شکل هست.
خب پروژن الوانس رو نگاه کنید، پروژن الوانس رو نداده، معمولا حالا مبدل آهن اگر جنس آهن باشه همین عدد رو قرار میدن. سایز ورودی خروجی های مبدل هم اینجا بازم دوباره با تماشیت اون که نگاه میکنیم مشخص نشده و هیچ اطلاعاتی هم دیگه در مورد قسمت بعدی نداریم که اصلا مجهول هم نیست. خب بر مبنای یک شروع، برای یک شروع، چون با توجه به اینکه سایز لوله ها مشخص نیست، معمولا مبدل مثلا خیلی از پروژه ها مبدل سایز تیوب های 19.05 انتخاب میشه با ضخامت حالا همین 2.1 بهشون میگن و گام لوله رو 25.14 در نظر میگیریم. متریال رو فقط حالا اینجا متریال رو بهمون کربن استیل اعلام کرده، پس کل مبدل از جنس کربن استیل انتخاب میکنیم. توی قسمت های اینجا ما طراحی های حرارتی رو داریم توی نرم افزار انجام میدیم، طراحی مکانیکی توی نرم افزار انجام نمیشه. توی طراحی مکانیکی جنس تنها جایی که باید حتما جنس مشخص بشه جنس لوله هاست، چون تبادل حرارت بین سیال گرم و سرد که داره انجام میشه از طریق لوله ها و سیالی که در واقع در پوست قرار داره، مهمه که متریال اینجا چی باشه، چون ترمال کانداکتیویتی که اون متریال تیوب داره باید دقیقا مشخص باشه و این تاثیر داره توی نظام. باقی موارد توی بحث‌های حرارتی انتخاب اون جنس اهمیتی نخواهد داشت. می‌بینید قسمت مثلا فلوتینگ هد هم با توجه به اینکه مدل مالیک فلوت نیست فعال نیست اینجا. جنس حالا بفل‌ها رو همون فرانسوی انتخاب می‌کنیم و حالا موارد که نداره. می‌بینید مجهول بودن‌های مجهولیتی که اینجا وجود داشته خیلیش حذف شده. در مورد حتی بفل کات‌ها و فل اسپیسینگ ها اینجا هم میشه صحبت کرد که خب می‌بینید قرمز نیست، این خود نرم افزار با مدل دیزاین و طراحی می‌کنه، اما بعداً یه مدل ریتینگ داشته باشیم می‌بینید که اونجا باید عدد رو وارد کنیم. در قسمت پروسس همه این موارد اینجا پر شده، دیگه نیازی به وارد کردن عددی نیست، فقط ما باید سیال گرم و سیال سردمون رو مشخص کنیم که چه مواردی هستن. از چند راه میشه این سیال گرم و سیال سرد رو مشخص کرد. یکی از راه اینه که شما مشخصات سیال گرم و سردتون رو دانسیتش، ویسکوزیتش، هیت کپاسیتیش، کانداکتیویتیش رو وارد کنید و به این طریق. اما با توجه به اینکه چون یه دیتا بانکی داره خود این نرم افزار، شما میتونید بیاید از دیتا بانک خود نرم افزار استفاده بکنید و حالا چون ما سیال اون آب هست بیایم و اون سیال مورد نظرمون رو انتخاب کنیم و می‌بینید حالا با انتخاب سیال قبلش اگه توجه کرده باشیم این چرا قرمزی که این بالا قرار داره قرمز رنگ بود، اما الان دیگه تمام همین مجهولیت‌ها رفع شده و این الان چرا سبز رنگ شده و آماده ران گرفتن نرم افزار. شما وقتی دکمه ران رو بزنید حالا یک سری محاسباتی رو انجام میده و می‌بینید داره یه سری کیسایی رو اینجا شبیه سازی می‌کنه، یه سری خروجی به شما میده بین این گزینه‌های که انتخاب یه سریش خیلی میشه، یه سریش مورد قبول نیست و یک طراحی حالا انجام میشه که این خروجی از این نرم افزار به شما داده میشه که یه سری حالا ارورهایی هم داره که باید سعی کنیم ارور رو رفع بکنید که حالا بعداً که ادامه در مورد مثلا بهینه‌تر کردن یک طراحی مبدل اینا هم میتونیم صحبت داشته باشیم. حالا خروجی حالا همین مبدل رو ببینیم سراغ تماشیت این مبدل ببینیم که این مبدل با چه سایزی انتخاب شده. می‌بینید مبدلی که داریم ما الان اینجا مثلا سایز اودی پوسته این مبدل 326 میلیمتر لوله ها با قطر 19 انتخاب شده، 86 تا تعداد لوله ها بوده و مواردی حالا به این شکل و سایر اطلاعات هم می‌بینید. سایز ورودی خروجی ها رو مشخص کرده، بفلکات ها معلوم شده، بفل اسپیسینگ ها رو مشخص کرده، طول لوله مشخص شده، گام لوله ها رو ما خودمون البته مشخص کرده بودیم و دیوی سیال سرد رو هم می‌بینید خودش محاسبه کرده و اینجا قرار داده. هیت دیوتی که مد نظر ما هست 836052 وات دیوتی بوده که حساب شده. الان اینجا می‌بینید اون ضریب انتقال حرارتی که اینجا داریم 1447.9 به عنوان اون مقداری هست که اینجا حالا ترانسفر ریت هست و ضریب انتقال حرارت کلیم و اکچوال هم یه حالت تمیز و تو اون حالتی که واقعیش هست. می‌بینید اگر ما اونجا اون ضریب ریسیت رو وارد نمی‌کردیم و صفر قرار می‌دادیم اینا دیگه تفاوتی با هم دیگه نمی‌کردن. اما خب حالا واسه همینه که میگم مهم میشه اون وارد کردن اون عدد رسوب تاثیر مهمی داره
چکیده اون مسائل اصلی مساحت مبدل هم اینجا وارد شده. اینجا آیدی مبدل اینجا نوشته شده، اینجا طول مبدل. معمولا توی این قسمت سایز عدد اول آیدی مبدل هست، چون آیدی مبدل که تعداد لوله ها رو مشخص میکنه و انتقال حرارت داخلش میشه. آیدی مثلا میخوام پوسته ها رو مشخص میکنه و اینجا هم سرفیس ها رو به صورت کلاس و افکتیو رو اینجا مشخص کرده، تعداد ها مشخص شده، دوباره اینجا سطح رو اینجا ارائه کرده. و حالا بعد میتونیم توی مراحل بعدی بهینه‌تر کردن طراحی مبدل هم کار بکنیم و حتی ارورهایی که روی این مبدل هست رو هم به مرور بهتر کنیم. معمولا حالا روند اینجوری میشه که یه دیزاین اولیه انجام میشه، در مبنای خروجی‌هایی دریافت شده حالا این ریتینگ انجام میدن، حالا یه سایز رو خودشون انتخاب میکنن، سعی میکنن بهتر کنن مبدل رو، طول رو بهینه کنن، خودشو رو بهینه کنن و یه خروجی مطلوب رو به دست بیارن.